شام 21 مارت بعد 2 روز بازجویی مفتشان سابق پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی را رسما متهم اعلام کردند. سارکوزی در زمینه اتهام دریافت سرمایه برای انتخابات پرزیدنتی سال 2007 از معمر قذافی رهبر پیشین لیبیا تفتیش می شود. سارکوزی از سال 2007 تا سال 2012 رهبری فرانسه را بر عهده داشت. بعد برکناری او از منصب، اتهام روز زد که او از لیبیا برای پیشبرد معرکه انتخاباتیش پول گرفته است. سارکوزی 63 ساله در آزادی ولی زیر نظارت مقامداران حفظ حقوق و ترتیبات قرار می گیرد. طبق قانونهای فرانسه شخص وقتی رسما زیر تفتیش قرار می گیرد که احتمال صادر شدن جنایت بلند باشد. اکثرا تحقیق این گونه پرونده ها با محاکمه دادگاهی به انجام می رسد. یک منصبدار نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات فرانسه که نخواست نامش آشکار شود به خبرنگار ریترز گفت سارکوزی با فساد، سرمایه‌گذاری غیرقانونی معرکه انتخاباتی و سوء استفاده از مبلغ‌های جمعیتی لیبیا متهم می شود. این بار دوم است که سارکوزی تحت تفتیش قرار می گیرد. سال 2012 بعد باخت در انتخابات پرزیدنتی او را با سوء استفاده از سرمایه معرکه انتخاباتی متهم کرده بودند.